اگر آوری رو به بالندگی، شکوهت دهد آفرینندگی. درود و پیام‌های فراوان بینندگان ارجمند تلویزیون سینما. نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است تقدیم شما. در این برنامه با حضور فیلسوف و انسانشناس معاصر ملی عیسی‌الدین شریف‌زاده و یکی از موضوعهای داغ امروز که جامعه جهانی را به تشویش آورده است، خرافه‌زدگی و مسئولیت فکری تمرکز میکنیم و در دایره این صحبت، در دایره این موضوع حرف‌های با حضور کارشناس میزنیم. یادآور میشم که استاد عیسی‌الدین شریف‌زاده سالهای طولانی در رشته انسانشناسی تحقیقات انجام میدن و مخصوصا به موضوع خرافه‌زدگی و مسئولیت فکری زیاد تمرکز کردن. مقالات زیادی هم نوشتن، در مطبوعات دوری، سامانه‌ها و رسانه‌های اینترنتی پخش و نشر کردن و شما میتوانید که از طریق سامانه‌ها و مطبوعات دوری از مقالاتی که در رابطه با این موضوع، مخصوصا موضوع خرافه‌زدگی و افراط‌گرایی استاد نوشتن، به اونا مراجعت کنید. از اونجا خط فکری شریف‌زاده را مشخص کنید و یاد بگیرید، در این رابطه فکرهاتون را نویسید. و تشکر زیاد شریف‌زاده گرامی که آمدید به استودیو تشریف آوردید و سر این موضوع صحبت میکنید. از همینجا آغاز میکنیم شریف‌زاده عزیز که خرافه‌زدگی، حالی مسئولیت فرهنگی را در بخش دیگه می صحبت میکنیم. خرافه‌زدگی به عنوان یک پدیده اجتماعی در فضای امروزه جهانی، منطقوی و ما چگونه میتونیم اون ارزیابی کنیم؟ مسئله خرافه‌زدگی امروز یک مسئله بسیار داغ است، بخصوص در ما و در منطقه ما. و وقتی که با ریشه های خرافه‌زدگی تمرکز میکنیم، پیش از همه باید با خود طبیعت انسان باید ما مراجعه کنیم. طبیعت انسان چنین سرشته شده است که باید یگانه مخلوقی که چون و چرا میکند و میخواهد داند جهان را، این انسان است. و انسان همیشه در برابر، در رویارویی با طبیعت از دوران باستان تا به امروز همیشه سوال کرده است که همین این یا آن پدیده چگونه به وقوع میپیوندد یا چرا به وقوع میپیوندد. و از بس که در بامداد روزگار بشر هنوز آگاهی چندانی در برابر حوادث ندارد، تصورات ذهنی که بشر درباره حوادث میسازد، اینها زینه به زینه، یعنی میبینیم که اگر در بامداد در شکل یک اساطیر و یک بافته و یک افسانه و یک توهمات ذهنی بر سر یک حوادث چیزی بار کرده است، خب آرام آرام با گذشت زمان بشر از درک درستی پدیده ها آگاه می شود. خب البته اینجا پیش از همه سهمی دانشمندان، سهمی قشر روشنگر جامعه بسیار مهم است و اینها هستند که مثلا در برابر همون یک فکری که یک تصوری که درباره این یا آن حادثه بیان شده است، ولدیوران میگوید که یک خرافات میتوند که دوام هزار ساله ها طول کشد و از نسل به نسل گذرد و همون باور باقی ماند و انسان ها اصلا فکر نکنند که خوب همین آیا حقیقت دارد، آیا همین تصوری که اونها دارند با واقعیت هر دو برابر است یا خیر. انکه وقتی ما خرافات میگیم چرا در نظر داریم؟ ما در نظر داریم مجموعه افکار، عقایدی که اینها با واقعیت ارتباط ندارند، یعنی اینا وجودی واقعی ندارند. اینا یک وجود ذهنی هستند که از بافته های تخیلی ما در برابر حوادث منشأ گرفتند. در برابر حمایت از بله همون مشکلاتی که پیش آمد. و انسان ها اکنون البته میتوانیم ما دستبندی کنیم نوع‌های گوناگون خرافات را. خرافاتی که در برابر یک حوادث به وجود آمد، همین حوادث درک نکردن و بر سر همین حوادث یک چیز ساختن، بافتن، بار کردن. خب فرض مثال یک چیزی بسیار عادی، مثلا از کو یک سیل آمد و یک نفر یا یک خانواده در بالای یک خرسنگی که خیلی بزرگ بود برآمدن و پناه بردن. از اینکه نمیدونستن که این خرسنگ واقعا خیلی چقور است، ریشه دار است، وزنین است
که ایران نمیتوند سیل ببرد. و پس از اینه که همین سیل باز استاد، اینها گمان کردن که این خرسنگ سبب نجات ما هست و این یک معجزه هست و از همون یک نوع پرستش به وجود آورد. خب یعنی ببینید از همینجا یک قالبی خرافاتی به میان آمد، قالب خرافاتی به میان آمد و اکنون همین یک خانواده که به طفیل وزنینی سنگ از همین دهشت نجات پیدا کرد. خوب اکنون اینا با پسرش و پسرش و پسرش همین طور میگوید که همین سنگ بسیار مهم است، چون که ما در دور حمایت کرد، حفاظت کرد و این اصلا یک خصوصیتی فرازمینی دارد. از نسل به نسل همین یک خرافات توانسته است که دوام هزار ساله ها طول کشد و مردم به همون چیز همون دیگر مثلا اصلا سوال نکنند، اصلا نپرسند و همین طور از نسل یک شبکه باورمندی یک شبکه باورمندی را به وجود آورده است. و اکنون تنها نفران روشنگرند که یعنی سهم روشنگران، دانشمندان یا زیاییان بزرگ است که اینها در هر زمان یک انقلاب فکری به وجود می آورند. یعنی در برابر همان نوع خرافات، همون استریوتیپ یا قالب فکریه که یک عمر مردم از همون دنبالگیری کرده است، شخ شده است و اصلا هیچ واقعیتی ندارد و بعداً با مثل یک واقعا یک خرسنگی راه هست در رشدی، یک کوهی از بله یک کوه عظیم است. بله. و اکنون ببینید یعنی این تنها مثلا از یک ترس وجودی، یک خرافاتی که از ترس وجودی به میان آمده است. خب دیگر مثلا خرافاتی هستن که اینا با آرزو و آمال انسانی، یعنی وقتی مثلا در برابر این یا آن خطر چیزی انجام دادن نمیتواند، کار از دستش برآورده نیست. خوب یا مثلا در برابر یک حوادث سیاسی، یک جنگ یا خونریزی، یک لشکرکشی که می شود، خوب از اینکه واقعیت اندیشه کند که خوب دشمن است، در برابر دشمن این طوری نیست که بیچاره نالی کنی، باید در مقابل اون ایستاد، در مقابل اون مثلا تدبیر جست و تدبیر نجسته مثلا همون مثلا یک بلای آسمانی تفسیر میدن و همینطور نیروی مقاومت کننده از دست میدهند. خرافاتایی که تا اندازه از حالتهای روانی انسان ها منشأ میگیرند، از حالت روانیشون، یعنی به خاطر تسلی دادن خودشون همونها هم میبافند، میسازند و اصلا اونا ریشه واقعی ندارند، یعنی با واقعیت هیچ ارتباطی ندارند، یگان قانونمند نیستند و با همین راه خودشون تسلی میدهند. خب اینا خیلی زیاد هستند. خرافات های سطحی که هستن مثلا از اونم صحبت میشه که اونقدر عمیق نیستن در مثلا فضا سازی، لیکن خرافات های عمیقی هستن که اونا هزار ساله ها وجود دارن و اونا میتوانند که یک جامعه رو از درون، از ریشه برباد دهند، یک جامعه رو خراب کنند از نظر ذهنی و فکری و عقیدتی. و در همین جا میایم سری همین که همون خرافه هایی که مثلا سلسلهشون خیلی کلان است، بس به صفت یک زنجیره توانستن که جامعه ما رو پیچونن، حدودی مثلا 1000 سال، 1400 سال، 1500 سال، 2000 سال محیط اداره کرده و پیچونده گرفتن. اینها به لحاظ مثلا معنایی و محتوایی اینا اگر طبقه بندیش کنیم، اینها رو ما چگونه میتوانیم با اینا مبارزه بریم و برخورد کنیم، سطحشون کاهش بدهیم؟ اکنون البته برهم داده چون خیلی مشکل تر است، لیکن کاهش دهیم تا اینکه جامعه کمتر به اینا توجه کنیم. خب اینجا یک مسئله دیگر است که البته ما میتونیم خرافات‌هایی که در زمینه یک جغرافیایی به وجود میآیند و در برابر این همین زیر بار دیگران رفتنی که ما در طول تاریخ رفتیم، خوب زیر بار یونانی و همینطور خوب عرب و مغول و ترک و دیگرها، در برابر خرافه هایی که از خود همین سرزمین رویدند بودند، ولی اگر ببینیم مردم ما تا اندازه بسیار دقیق اندیش بوده است. ببینید مثلا هزاران
3-4 هزار سال قبل 5 هزار سال قبل اینا از گردش سیارات آگاه بودن. اینا مردمی بودن که با طبیعت همبستگی داشتن و از قانونمندی طبیعی بسیار آگاه بودن، هم در علم نجوم هم در علوم دیگر، علوم پزشکی هم از جمله. اما متاسفانه با آمدن قوم‌های دیگر همون بعضن از خرافاتی که همون با شکلی قالب فکری که در اونها بود همونها آمدن عیناً و بعداً میدونید یک ترس فراگیر. انسان اگر ما به خود یک کودک نظر کنیم، کودک از زمانی که تولید می شود خصلت پرسشگری دارد، همیشه میخواهد داند در برابر حوادث، پرسشگر است. اما ببینید انا همین مجموعه خرافاتی که به ما انتقال شد اینا چی میگن؟ نپرس، قبول کن. یعنی مهارت‌های، هنرهای پرسشگری نسل مثلا طفل ما رو نورس ما رو از همون جنینی، حالت جنینی، از همون جنین. حالا هم ببینید یک مشکلی که امروز در تربیت خانوادگی ما هست اکثرا این است که همین کودک پرسشگریش هم میشکنن از درون. اول قدسیت میسازن از یک حوادث، از یک چیز خرافاتی، بعد در برابر همین قدسیت شک کردن تبدیل میشود به تابو، ممنوع. و از نظر روحانی، از نظر پسیکولوژی وقتی نفر در برابر همین چیز شک میکند او خود به خود فرو می رود و گمان میکند که حتما یک کاری بسیار بدی را انجام داده است و انتظار دارد که مجازات شود. احساس گناه و این احساس گناه خوب باعث می شود که شخصیتی و طرز اندیشش زینه به زینه ویران شده رود. چونکه در همون گروه، در همون جامعه، یعنی به طرز گسترده همون چیز به طرز تا حد قبول شدگی است که هیچ در برابر و اندیشه دیگر گویا وجود ندارد و اندیشه کردن خلاف است. و متاسفانه انا همین نوعی باورها، انا همین نوعی خرافاتی که در مردم ما به وجود آمد متاسفانه تا حال مثلا یکی از مانع اساسی رشد فکری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم ما است. چون که ما از همین قالب‌ها رهایش بسیار برامون مشکل است. و اکنون گفتید که خوب کدام راه‌ها را باید استفاده کنیم. البته فقط توسط آگاهی دادن، توسط طرز درست برای ماندن آموزش و پرورش ما میتوانیم که از مجموعه خرافه رهایی پیدا کنیم. و بعداً از تربیت خانواده، چون که اکثراً ببینید همین فرد، ذهنیت فرد شکل میگیرد در زمینه ذهنیت پدر و مادر و اولین محیط خانواده. بعد در برابر محیط خانواده همون محیط کوچه و فضای اجتماعی، یعنی زینه به زینه انسان زینه به زینه روند اجتماعی شوی پشت سر میکنه. و اگر همین روند اجتماعی شوی درست با مجموعی افکار و عقاید علمی واقعی نگری رشد کند، همین مرحله، یعنی از مرحله کودکی سر کردن تا مرحله کمالات رسیدن، اگر همین مرحله ها درست پشت سر شوند و با دانش‌های عمیق فرد فراگیر شود، خوب او به هیچ گونه یک خرافات باور کرده نمیتوند. چون که در وی پیش از همه قالب فکری، تحلیلی و منطقی به وجود می آید. ببینید یگان خرافات به یگان قانون منطق راست نمی بیاد، کدام نوع شکی نگیرید. یعنی جامعه هایی که به همین نوع باورها و قالب های باوری اعتماد کردند و آمدن، اونا را جامعه های خرافه زده میکنند. بله. اکنون شامدین عزیز میاییم سر این که خرافات ها گفتیم که یک عقیده های بی بنیادی هستند که لیکن در جامعه بنیاد گرفتن، شکل گرفتن و به صفت جهان بینی و جهان شناسی برای یک توده مردمی که ازدحام خدمت میکنه. ببینید که در الان ازدحام هست، اینجا تفکر ازدحام هست، خرافات
ازدحامی است یا که توده‌ای هست و این توده را و این ازدحام را پروژه های هستند، برنامه ریزی های هستند که مدیریت میکنند و همان خرافات را تلقین میکنند. در این بین نقشی مثلا طبقه های دیگری جامعه مثلا روحانیون داریم، مثلا دیگر گروه های طبقه های داریم که برای این کار منفعت دارند که همین تداوم پیدا کنند. همینطور نیست؟ بله واقعیت این است که خوب برندگان همین برندگان همین ترکیب یک قشرهای معینی جامعه هستند که اینها از ناآگاهی، نادانی و خرافه‌زدگی مردم سود میجویند. ببینید همین انسان ناآگاه، خب اگر برگردیم یعنی خرافات اصلا همون نادانی است. یعنی یک انسانی که دانشی واقعی بنیادی ندارد در برابر حوادث، یک چیزهای بافته ساخته به بنیاد غیر اصل، دور از حقیقت، قانونمند نیستند، تکرار شونده نیستند، تجربه پذیر نیستند. و اکنون انسان نادان ناآگاه در یک بنبست نگاه داشتن، از اون سوء استفاده کردن به منفعت گروه های معین اجتماعی است. و یک مسئله است که البته خرافات در تمام تمدن بشر اگر از بامداد گیریم پر بوده است، اما زینه به زینه ببینید همین ما نمیگوییم که اروپا به خرافات بود، همین اروپایی ها هم داره خرافات، تا امروز هم دارن و این چیز ادامه هم داره. همین اینا نمیشد از ذهن بشر پاکیزه پاک کرد. اما مسئله این است که اینها با همین رسیدن به عصر روشنگری تا اندازه توانستن که همون مجموعه خرافه هایی که در مردمشون بود، در فرهنگشون بود، اینا مورد بازشناسی، مورد انتقاد از جانب دسته فیلسوفان و دانشمندان زبردست اروپایی، اینا همه مورد بررسی قرار گرفت، نقد شدن، انتقاد شدن، به بنیادی اینا ثابت شد و اونها پیشرفت خود را در تکیه کردن به علم و دانش حقیقی واقعی، درک درست از طبیعت، ساختن یک زندگی با سعادت و با شرافت برای انسان و قرار دادن در محور خود انسان. و با این طریقه اونها توانستن که خیلی مثلا طرزی همون قالب‌های بازمانده فکری خرافاتی همین های از بین برند. متاسفانه در ما تا هنوز هم این چیز در جامعه ما بسیار درجه بالا دارد، یعنی خرافه‌زدگی هنوز هم بسیار خنده آور است که مثلا در سد 21 یک انسان زندگی میکند، ولی هنوز هم یک نوع باورها، یک نوع قالب‌های با یک قالب‌های اندیشه میکند که اونا هیچ در خور درد نیستند. و اکنون گروه‌های منفعت جو هم در داخل یک جامعه، هم در فرا این جامعه، یعنی بیرون از این جامعه، اونها همیشه منفعت دارند که از دوکان خرافات، اینا دوکانن، با مردم دوکان خرافات باز میکنن و با مردم افکاری پوسیده به بنیاد و فروش میگذارند و خریدارم پیدا و اونها خودشون میشوند ثروتمند، دکانداران، و این مردم میماند در فقر، در بینوایی، هم در فقری اندیشه و هم در فقری اقتصادی و اجتماعی قرار میگیرد. و عجیبش این است که یک چیز دکاندارای خرافه نه از درک میکنن. مردم همیشه ساده باوریه، همین یک نوع خرافات هم مثل یک خوابه، مثل یک خواب شیرینه که مردم در حالتی مسکین است. مردم در حالتی کرختی نگاه می‌دارد و اونا فکر میکنن که همین واقعیت، همین اون چی که من میاندیشم، واقعیت جهان همین است و خودش تسلط. بله. و بعدی در چی است؟ وقتی که مثلا یک انسان خرافه زده به شما مثلا یک چارچوبه دیگر را پیشنهاد میکنه، او به شور میبیاد
نمیخواد شما قبول کنه. چون که مسئولیت از دست بله. مسئولیت فکری از دست رفته است. بله، چون که او احساس میکند که اگر مثلا همین خواب از وی گیرید، یعنی برای وی مثل همون گروه های خرافه زده با مثل یک بازیچه هست، مثل یک قنده هست که ما به کودک میدیم، یک چیز شیرین. وقتی از وی بله، میگیریمش وقتی که وی از کودک میگیرد وی اسیان میکند. همین بدبختی در خرافه زدایی، یعنی دشواری در خرافه زدایی، انا همین چیز است که این مردمان همین گونه قبول میکنند. بعد ببینید آخر یک چیزهای ساده مثلا پریمیتیوی پیش پا افتاده که هیچ اصل نداره، فکر میکنن اگر همین های انجام دادی تو به کمال رسیدی. با یک جمله اسلام دینی عزیز، با یک جمله که وقتی ما هم فرصتم به پایان رفته ایستاده است، با یک جمله چیکار کنیم در حال حاضر از روی امکانیت ها و ظرفیت هایی که داریم؟ بله واقعا اینجا ببینید مکتب، معارف، زیاییان، فرهنگیان، روشنگرامون و نویسندگانمون، شاعرانمون حتی و تمام وسایل اخبار عمومی ما، یعنی همه اینها یک نظامی قویه میتونن با میان بیارن که زینه به زینه در همبستگی در همبستگی. بله، ما یعنی تبلیغ جهانبینی واقعی علمی را به مردم داشته باشیم. از خانواده شروع کرده. من فکر میکنم که این پروژه سازی شروع هم شده است. مثلا در همین آخرین پیامی که امسال ارائه کردن پیشوای معظم ملت، اونجا یک دستور داده بودن که باید همین در سراسر کشور بنیادی باغچه ها به راه مانده شود. چرا باغچه ها؟ من فکر میکنم که این چیز بسیار مهم است. یعنی ما اگر که همین کودک از همون باغچه شروع کرده، فضای بعداً در مجموع از همین آلودگی ها تازه کنیم، یعنی یک فضای سالم به میان بیاریم. چرا فرزند تاجیک نمیتونند مثلا یپونی شود و مثل یپونی اندیشد و مثل فرض کردیم اروپایی اندیشد؟ چون که ما محیط باید از همین گند، از همین گرد، از همین آلودگی پاک کنیم و در همبستگی همگی. یعنی جامعه، ملت باید آگاه شود که واقعا خرافات از بین برنده جامعه است، از برنده ملت و دولت است. ایمونیتت اجتماعی پر از بین میبرد و در مقابل همه گونه خطراتی که پیش میبیاد این ملت، این مردم، این قوم نمیتونن ایستادگی کنند و پایانش نابودی همین ملت، همین قوم، همین مردم است. و یک چیز دیگر است که برای قدرت های جهانی این مردم خرافه زده در کار است. بله. و شما خوب میدونید که در بعضی کشورها چیکار کردن. تشکر زیاد شهزاده گرامی. یک روایی مشهور است که با جهل وابسته دست و فریاد کنیم، مشکل پی مشکلات ایجاد کنیم، با جهل و تعصب و خرافات عظیم یک عمر عزیز خیش برباد کنیم و باور داریم که جامعه ما، جامعه مدنی ما، جامعه شهروندی ما، فعالان اجتماعی ما، قشر روشنگری ما، قشر معارف وطنی حتما سر این مسئله مهم تمرکز میکنن و با روی دست گرفتنی اقدامات ضروری، برنامه‌ریزی های ضروری، مبارزه و مقاومت را با این و با پرزور میکنن و به طور تدریجی خرافه زدگی که یک پدیده نامطلوب اجتماعی است آهسته و تدریجی از میان می رود و یک نسلی نو جدیدی معرفتی در ما ظهور می کند که حتما ملت ما را با دوری های دور می برد و موفق می شود. بار دیگر استاد شهرزاده را خیر مقدم میگیم حضورشان را. تشکر که آمدید، یک صحبت خوبی هم کردید. رسیدیم به پایان برنامه. روزگار خوش و بردوام و ایام بکام.